سلام، من محمد علی، دانشجوی سال سوم گروه مهندسی کامپیوتر هستم. زبان آموزشی گروه من 100% انگلیسی می باشد. گروه در دانشکده علوم طبیعی و مهندسی دانشگاه ییلدرم بیازیت آنکارا قرار دارد. آموزش پایه مهندسی در سال اول و دوم ارائه می شود. در سال سوم و چهارم نسبت به شاخه‌ای که انتخاب می کنید واحدهای آن را می گذرانید. 3 کارگاه کامپیوتر در دانشگاه وجود دارد که واحدهای عملی در آنجا ارائه می شود. 2 دوره کارآموزی به مدت 20 روز کاری وجود دارد که البته در فراهم کردن شرایط آن دانشگاه به ما کمک می کند. بیشتر فارغ التحصیلان از گروه ما به شاخه نرم افزار گرایش پیدا می کنند که البته به صورت علاقه می توان در زمینه سخت افزار نیز کار کرد، زیرا دانشگاه ما در زمینه سخت افزار دارای مدرسان بسیار واجد شرایطی است. دلیل انتخاب این گروه این بود که از زمان کودکی با کامپیوتر آشنا بودم و نسبت به سخت افزار داخل کامپیوتر کنجکاو بودم. به دلیل علاقه‌ام به برنامه نویسی و همچنین سخت افزار مهندسی کامپیوتر را انتخاب کردم. دانشگاه ییلدرم بیازیت آنکارا را به دلیل محل زندگیم که آنکارا است و همچنین زبان آموزشی 100% انگلیسی آن انتخاب کردم. در طول تحصیل کار با کادر علمی و همچنین دسترسی راحت به آنها برایم بسیار حائز اهمیت بود و باعث پیشرفتم شد. بعد از فارغ التحصیلی قصد دارم در بخش صنایع هوایی در زمینه رایانه‌ها یا امنیت سایبری یا نرم افزار یونیک فعالیت کنم. توصیه من به داوطلبان این گروه این است که به دانشگاه ما مراجعه کنند و تحقیقات لازم را انجام داده و در صورت تمایل این گروه را انتخاب کنند. برای دوستانی که دانشگاه ییلدرم بیازیت آنکارا را ترجیح خواهند داد آرزوی موفقیت دارم.